خوش اومدید به ویدیو دیگه از چنل من. امشب میخوایم بریم برای دومین بار سوشی امتحان کنیم، ولی اولین بار سرخ شده خوردیم. بله. و اینکه میخوایم بریم حالا خامش رو بخوریم. نظرت چیه؟ نظرم خیلی بده. من دوست ندارم اصلا به هیچ عنوان. سرخ شدهش هم که اصلا دوست نداشتم. اجباریه دیگه. اینجا همه چی اجباریه. اینجا همه چی زوره، زور بالا سرشون. شما باید به اجبار سابسکرایب کنید، بگو اجبار لایک بکنید، زنگوله رو اجبار و زنگوله رو با ما همراه باشی. بیبی ها. بچه ها صفحه بنزینه دوباره جنگ شده. چی؟ نه خیلی خواهرم جمع بده که شما هم جمع. بچه ها تو کامنت ها بزنید مینو مظلوم. مینو مظلوم تو کامنت ها با قلب اکلیلی. قلب تو بگو. قلب آتیش قرمز. قلب آتیش قرمز تو کامنت ها برای خیلی بذارید دیگه. بذارید من ببینم چقدر من دوست داری. بذارید لطفا. خواهرم آخه میگه تو خیلی خوبی. همه میگن که اینطوری اونطوری طرفدار داری. بعد من میگم دیگه. بذارید دیگه بهتره کنید. قلب صورتی یادتونه. قلب صورتی قلب آتیشی. قلب صورتی اکلیلی. لطفا قلب آتیشی رو بذارید من ببینم کیف کنم. روی مینو رو کم کنم. بوس بده. دوستان اومدیم یه جایی که هیچ بلاگری تا حالا اینجا نیومده. اسمش چیه اینجا که اومدیم؟ مهرات ما بریم فودکورتش براتون. اومدن. آره میدونم، واسه میذاره هیجانیش کنم. میریم بالا تو فودکورت براتون ویدیو میگیریم. میخوریم. اینجا همه چیز دوره. بچه‌ها اومدیم تو فودکورت مهرادمان. بله. اومدیم سوشی سفارش بدیم. فکر کنم تازه زده، نمیدونم، من خیلی وقت بود نیومده بودم. اومدیم سوشی سفارش بدیم. ولی اینقدر اینجا تنوع غذا هست. آدم دلش میخواد بمیره همینجا. ولی من میخوام بهشون فقط سوشی بدم. چی باید بگیریم به نظرت؟ کباب. کباب نداره. بچه‌ها منوشونه. ببین یه دونه دراگون بود. دراگون رولش سالمون خامه، آووکادو، خیار، هویج، یه سری جاها با برنج و جلبک. خب بریم با بخونیم سوشی. من نمیخوام، من خیارش رو میخورم. این سوشی پختشه، این خامشه، این بخار پزشه. اینا چیه؟ اونا چیه؟ ببین اینا خوراکی های دیگه مثلا مثل آره نودلشه، چیزشه دیگه، سوپاشه، سالاداشه، نوشیدنیاشه. خب من یه دونه نوشیدنی. نه عزیزم، ما اینجا اومدیم مخاطبا سوشی شما خوردن. بگید که مینا رو ولش کن. بچه ها تو کامنت ها مینو مظلوم یادتون نره با قلب صورتی اکلیلی. قلب آتشی. میگو سوخاری داره. ببین نگاه کن نزدم اونا پخته است. ببین میگه میگو سوخاری داره، آووکادو داره، خیار داره، سالمون داره، سس مایونز، سس اسپایسیه. اینو بگیریم هم یه دونه من واقعا نمیتونم بخورم اگه اینا همه خامه. نه میگو سوخاریه، فقط یه لایه خیلی نازک چیز داره، میتونی اونو برداری اگه دوست نداشتی. خب یه دونه داره اون دیگه. بخار هست میگی؟ آخه ما پختش رو خوردیم، میخوایم خامش رو بخوریم بچه‌ها ببینن. اوکی پس من یه غذا دیگه میخورم. عجب راحتی. آره بعد از اونجایی که نوشابه های چیز داره از چی؟ نوشابه لیوانیای یخی. وای من عاشق اونم میخوام. من از اون 10 تا میخورم. 10 تا میخورم. نه رو میخورم. همین دیگه. خب اوکی. اینو بگیریم حالا اگه دوست نداشتین غذا میگیریم دیگه. منتظر بمانی. منتظر بمونیم بیاد. بچه ها رسید. نمی‌رسید.
رسیدیم میتونستیم با کباب خوش باشیم ولی الان باید میگم استرس دارم راستشو بخوام خیلی میتونی بگیری؟ من خودم با خواهی اولین سمزا رو بخوریم بعدش بریم اینا رو بخوریم به خود قلب آتشی نگینم ازتون قلب اکیل بایت فور ایور ببین به خود تلقه میکن که خوشمزه است یه چیزی خوشمزه خوشمزه ملی برمیازه تلقه میکنی و یه چیزی خوشمزه کنی یه دوست دیدی؟ یه خورد واقعا خوشمزه بود حالا یه چیزی باید بگم اونی که خوردم توش سالمون فقط زیرش کن ندیدش ولی خوردش بچه ها میگن که سوشی رو زیاد بخوری مغزتون کر میزنه من نمیدونم یکی شنید واقعا من نمیخورم دیگه نمیخوای یه چیزی رو یادآوری کنی بهشون بچه خوشگل نازم سابسکرایب یادتون نره لایک کامنت فراموش زنگ بوده خب بریم برای سالونه بایسته نازکش رو بردار بیا این نازک واقعا گریه میکنم من اینجوریم بریم خوشمزه خوشمزه نبود خدایی دیگه بس دیگه خدایی خوشمزه نبود نظر نهایی تو بگو بچه ها بعد نظر است نه خدا بکنیم من خودم خیلی دوستش داشتم همین شد ببین خوشمزه است سلیقه‌ایه میدونی من خودم غذای دریایی خیلی دوست دارم مثلا میگو خیلی دوست دارم ماهی بسیار دوست دارم ولی اینکه اینم سوسو چه این که بودم سوسو نه ببین من خیلی میترسیدم صبح شدهش امتحان کرده بودم خیلی خوشمزه بود میترسیدم که اینو امتحان کنم اصلا خوشم نیاد من ولی خودم صبح شدهش هم دوست نداشتم این خام بود بچه‌ی پشت سر این خام بود ولی خیلی هم بد نبود چیزی قابل تحملی بود ولی منم قابل تحمل بود ولی آره قابل تحمل باشه حالا با ما همراه باشی یه ذره با ما بچرخید اینم از تست سوشی فیلمش هم گرفتم براتون بذارم آره دیگه بچه خوردیم دیگه خب به زور خدا شکری به زور بود پس شما هم به زور اینجا همه چیز زوریه سابسکرایب لایک کامنت دینگ دینگ زنگوله یادتون نره فعلا دوستان ما داریم میریم دیگه و یه ذره خرد و پرت کردیم سوشی خوردیم. نظرمون هم چی میدید درباره سوشی نظرم خیلی 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 نظر من خیلی خیلی مثبت بود بچه ها ولی من سوشی که مینو خورد یه ذره بلندتر میکروفون سوشی ها که خوردیم خب من خیلی گرسنم بود چون که هر صبح چیزی نخوردیم بعد مینو گفتش که گرسنه بمونیم که مثلا تو سوشی رو میخوری بهت بچسبه و اینکه هم چیز منفی نداشته باشه من سوشی رو دوست داشتم خیلی زیاد بعد اینکه ولی من تموم شد ما قطع کردیم من کباب خوردم راست میگه کباب خورد من کباب رو خوردم ببین چون که خیلی گرسنم بود بعد سوشی هم دوست داشتم کار خوبی کردم به نظرتون نه همه تو کامنت ها بگید نه بگید آره گرسنه بوده آره گرسنه بوده بچه لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره زنگوله رو فعال کنید و اینکه کلی عشق بدید اینستای منم فالو کنید یادتون نره بدرود نگاه تو رو خدا چه وضع دور دورم شد جا وقت آدم رو میگیرن قشنگ